شماتون بخیر باشد بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم پیشنهاد شما میکنیم. امروز 12 ینور است و نخست نظر کوتاه خواهیم داشت به سرخط چندی از موضوعها. دیدبان حقوق بشر از ادامه پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان نگرانی کرده است. جانبداران حکومت با این ارزیابی راضی نیستند. از لحاظ موقع دولت در اونجا بعضی جنایت‌ها آشکار شدند. مهاجر تاجیک در روسیه ماشین‌های کارفرمایش را آتش زد و به مدت 5 سال از آزادی محروم گشت. و با مشکلات در سرمایه‌گذاری نیروهای مسلح اوکراین، کارشناسان آمریکایی دورنمای این نیزا را بررسی می‌کنند. در بدترین سیناریو هم اوکراین به تمام فتح نمی‌شود. اما در آغاز خبر داریم مربوط به مرز. قرقیزستان و تاجیکستان اویدی با چند قطعه دیگری مرز دولتی به موافقه رسیدند. ملاقات رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف با همتای قرقیزش قمچیبک توشیف روز 12 ینور در شهر بوتکان صورت گرفت. گفته می شود جانب‌ها از جمله اویدی قطعه 15 کیلومتری از دهه مقصد تا حدود دهه ارقه به سازش اصولی رسیدند. توشیف گفته است از چنین قرارها قناعتمندند و اکنون کمیسی‌های دو کشور تنها باید این شرطنامه را امضا کنند. یتیموف در نوبت خود میگوید جانب‌ها در مورد قطعه قلندو مقصد ارقه به توافق رسیدند و در این زمینه طرح پروتکل آماده شده است. با افزود جانب‌ها تلاش دارند روند تعیین مرزی میان قرقیزستان و تاجیکستان را انجام داده درخواست‌های سران دولت‌ها و مردم هر دو کشور را اجرا کنند. تفصیلات سازشنامه‌های طرفین افشا نمی‌شود. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ روز 11 ینور در گزارش نوی خود گفت رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات همچنان ادامه یافت. در واکنش به این گزارش برخی تحلیلگران در تاجیکستان گفتند با ارزیابی‌های این سازمان راضی نیستند، ولی بعضی دیگر این بهاگذاری را واقعی دانسته میگویند مقامات تاجیک با توجه به ایرادها باید در فکر بهبودی وضع حقوق انسان شوند. ادامه در گزارشی علیشیر ظریفی و براد یوسفی. در تاجیکستان با گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ واکنش کردند. در این گزارش آمده است که رعایت حقوق مردم در تاجیکستان در سال 2023 نیز بهتر نشد و زیر پا کردن آن از طرف مقامات همچنان ادامه یافت. اما تحلیلگر سیفالله سفروف چنین ارزیابی را به اساس و دور از واقعیت می‌داند. فرض کردیم بر مسئله همین حزب‌های سیاسی در مسئله که اونجا به حزب نهضت اسلام اشاره کردن، باید گفت که اینجا با دیگر مسئله هایی هست که از لحاظ موقع دولت در اونجا بعضی جنایت ها آشکار شدند و ما از اونها از روی همون جنایت ها محکوم شدند و نسبت دیگر مسئله هایی که برداشتن باز هم همین است، یا تهدید به امنیت است یا یگان کار دیگر است، مخصوصا در مسئله بدخشان، در مسئله بعضی ژورنالیستان و غیره و کذا. دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ در گزارش نوی خود همچنین تاکید کرده است که سال گذشته صداهای مستقل و منتقد حکومت در تاجیکستان همچنان سرکوب شدند. صدها سازمان غیر دولتی ناچار کار را بس کردند. فعالیت سازمان‌های دینی یا محدود و یا قطع شد. اما نمایندگان مقامات قبلا بسته شدن سازمان‌های جمعیتی را به سبب دوباره و سری وقت ثبت نام نکردن ربط می‌دهند. بسیاری آنها با سبب نبودن مبلغ بسته شده است. شما می‌دانید که طبق قانونگذاری ملی آنها مستقل هستند. آنها در وزارت عدلیه خود را به قید می‌گیرند، نظامنامه خود را پیشنهاد می‌کنند و به فعالیت سر می‌کنند و آنها اساساً طبق لایحه‌ها کار می‌کنند و اگر وقت لایحه که تمام شد فعالیت آنها به آخر می‌رسد. در گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر از حقوق زنان و دختران در تاجیکستان هم گفتند که به قول مؤلفان همچنان زیاد پایمال می شود و حکومت هم به این مسئله اهمیت نمی دهد. برخی حقوقشناسان در مجموع ارزیابی های نو این سازمان را با واقعیت نزدیک می دانند. نه تنها آنهایی که در مورد آنهایی که با هر بهانه پرونده آغاز کردند مشکلات و معماها دارند، اینچنین آنهایی که دیگر اندیشانی که از ارزش‌های دموکراسی جانبداری میکنند به شغل معین هستند. این از معماهای نظام سیاسی
گواهی می‌دهد و نادیده گرفتن چنین ایرادها به منفعت دولتداری نیست، زیرا که یکی از شرط‌های تشکل افکار درست بین المللی محض همین گونه گزارش‌ها میباشد. بار اول نیست که حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق مردم زیر پا کردن آن از طرف سازمان‌های بین المللی حامی حقوق تنقید می‌شود. سالهای اخیر و با بدتر شدن وضع حقوق انسان این تنقیدها زیادتر و بلندتر و بیشتر صدا می‌دهند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. یک زاده توجیکستان در نوسیبیرسک که به آتش زدن 10 ماشین گرانبهای کارفرمای روسش متهم میشد به 5 سال زندان محکوم گردید. حکم را در نسبت قاسم جان حاجیبویف 35 ساله دادگاه نایه زایلسو 10 ینور صادر کرد. حاجیبویف به دزدی و قصداً نابود کردن یا ضرر رسانیدن به اموال بیگانه گناهکار دانسته شد. مبلغ عمومی ضرر 123 میلیون روبل را تشکیل داده است. در حکم دادگاه آمده است که زاده توجیکستان در خانه راننده ماشین‌های سپورتی دمیتری ماتویف مردیکاری نموده از مزد کارش ناراضی بوده است. برای جزا دادن کارفرمای روس اون 9 فوریه سال گذشته گاراژ ماشین‌های گرانبهای ماتویف را آتش می‌زند. هرچند خودی حاجیبویف در جریان تفتیش شد و هم در دادگاه این اتهام را رد نمود و گفته است شب حادثه در جای دیگر بود و نمی‌توانست این کار را انجام دهد. برنامه را ادامه می‌دهیم. امریکا و بریتانیا پایگاه‌های نظامی اصلاح به دستان حوثی یمن را هدف حمله‌ها از بحر و هوا قرار دادند. پرزیدنت امریکا جو بایدن اظهار نمود که این اقدام در جواب به حمله‌های حوثیان به کشتی‌های تجاری بین‌المللی و آمریکایی در بحر سرخ گرفته شده است. به قول رهبر امریکا این کشور و متفقانش حمله‌های افزاینده گروه زیر سرپرستی ایران را که بحر حرکت آزاد کشتی‌ها مانع ایجاد نموده حیات ملاحان ملکی را با تهدید مواجه می‌کند تحمل نخواهد کرد. ایران فوراً حمله ها را محکوم نمود و در همین حال امروز سروزیر بریتانیا ریشی سوناک در شهر کیف اعلام کرد که کشورش به اوکراین برای مقاومت به تجاوز روسیه به مبلغ 3.2 میلیارد دلار کمک علاوه‌ای می‌رساند. طاهری سفر گزارش می‌دهد. با عقیده تعدادی از نظامیان و دیپلمات‌های غربی پیشروی اوکراین در جنگ با کمک‌های بیست غرب وابسته خواهد بود. دیوید پتریوس ژنرال بازنشسته آمریکایی میگوید اگر کنگره آمریکا با کیف 61 میلیارد دلار دیگر بدهد اوکراین از کشورهای دیگر هواپیماهای F-16 و موشک و سیستم‌های ضدی راداری بگیرد. هواپیماهای اوکراینی نزدیک به جبهه‌های جنگ پرواز کرده می‌توانند. اما همه این هم به قول پتریوس برای رخنه خط دفاعی روسیه در جنوب و شرق کافی نیست. اوکراین باید یک خط مدافعی عظیم را با نام خط سوروکین بشکند. آنگاه در فضا قدرت پیدا می کند. ولی من باور ندارم که تعداد هواپیماهای غربی برای این کار کافی باشد. فردریک کاگان که برای پژوهشگاه جنگ می نویسد می گوید که به موشک‌های غربی ضربه های هوایی روسیه در شهرهای اوکراین به مثل کیف و خارکوف نشان رستر می شوند و جنگ می تواند سال‌ها ادامه کند. به عقیده جان هربست تحلیلگر دیگر روسیه در جنگ پیروزی تام را به دست نمی آورد. در بدترین سیناری هم اوکراین به تمام فتح نمی شود. اوکراین زمان جنگ جهانی دوم سالها به ضد روسیه جنگ پرتیزنی برد. امیدواریم کار به اینجا نرسد. خسته شدن روسیه از جنگ می تواند یک چیز دیگری مثبت برای اوکراین باشد. به ادعای بریتانیا اگر تلفات سربازان روسیه به همین منوال ادامه کند تا سال 2025 از 5 میلیون نفر می گذرد. مایکل کافمن تحلیلگر نظامی می گوید روسیه به نیروهای علاوه‌ای احتیاج دارد. روسیه می تواند به قدر کافی سرباز جمع کند اما برای عوض کردن نیروها آدم ندارد.
از این رو باید سرعت جلب سربازان را 2 برابر زیادتر و یا سربازان علاوه‌ای دعوت کنند. مجله پالیتیکا در امریکا ماه دکبر با تکیه به یک منبع در حکومت جو بایدن نوشت امریکا سیاست کمک به اوکراین را به تدریج به سیاست سازش صلح با روسیه تغییر می‌دهد. و قول تحلیلگر هزر کولی اوکراین صلح را که روسیه می‌خواهد هیچگاه قبول نمی‌کند. روسیه همه چی را می‌خواهد. آنها می‌خواهند در کیف حکومتی دست نشانده داشته باشند و اوکراین همچون کشوری مستقل وجود نداشته باشد. اما همه تحلیلگران میگویند حادثه غیر انتظار به مثل مرگ یگان رهبر جهانی، فلاکت عظیم طبیعی، جنگی نو میتواند وضع در اوکراین را دیگر کند. گزارش طاهری سفر بود و برمیگردیم به تاجیکستان. وفا نظرов رئیس اکادمی مصوری تاجیکستان در 84 سالگی درگذشت. در این باره وزارت فرهنگ خبر داده اما سبب مرگ رسوم خلقی تاجیکستان را نگفته است. مراسم ویدو با وفا نظرов امروز در شهر دوشنبه دایر شد. مرحوم سالها در تلویزیون تاجیکستان کار کرده و سررسام جشن 2700 سالگی شهر کولا بود. همکارم امیر سویف در مراسم جنازه وفا نظرов شرکت داشت و این گزارش را فرستاد. بعد از ظهر امروز نقاشی را که در یتیمخانه به پایان رسیده و جایزه دولتی به نام رودکی را به کودکان یتیم بخشیده بود به خاک سپاریدند. وفا نظرов از رسامانی بود که آفریده‌های او در اکثر کشورهای جهان نمایش داده شده‌اند. از ایشان آثار بسیار گرانبهای مصوری باقی مانده است. در آثارخانه ملی، در فاند بدیعی اکادمی مصوری تاجیکستان، در بسیار آثارخانه‌های دنیا کارهایشان محفوظ مانده. وفا نظرов در 6 سالگی از پدر و مادر صغیر مانده در یتیمخانه بزرگ شده است. وقتی که سزاوار جایزه دولتی به نام استاد ابا عبدالله رودکی گشتند، همین جایزه رو با یتیمخانه برده سپردند. این کار هر کس نمیکند. در نظر اول شاید بسیار ساده نماید، یک چیزی مقرری گویا نماید، اما این کار همه نمیکند. وفا نظرов حتی در زمان بازنشستگی هم مشغول ایجاد بود. همیشه مساعد میکرد. مثلا ما که میدیدیم درباره کمپوزیسیون کادر، درباره اسوسییشن گپ میزدیم و هم خیلی زندگی کرد که یک محبت کلان داشت. همه مردم کی را بینید درباره وفا نظرش همه شیرین گپ میزنن، گپ‌های زیبا میزنن. وفا نظرов رو یکی از مؤلفان انگاره پول ملی تاجیکستان سامانی میدانند. سالهای زیاد به حیث رسام تهیه‌گر در تلویزیون تاجیکستان کار کرده به عنوان رسام خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابا عبدالله رودکی بود. به خبر دیگر، وزیر نقلیات تاجیکستان از ماشین‌های گران وزن در راه‌های کشور نگرانی کرده گفته است چون این نقلیات راه و پل‌ها را قبل از مهلت خراب می‌کنند. عظیم ابراهیم هفته روان در جلسه گفته است حرکت ماشین‌های وزنی که بیش از 40 تن بار انتقال می‌دهند در راه‌های تاجیکستان منع کرده شده است. آنکه ماشین‌های بارکش از معیار مقرر شده زیاد بار گرفته راه‌ها و پل‌ها را ویران می‌کنند و به دولت ضرر کلان می‌رسانند، تحمل ناپذیر است، گفته است وزیر نقلیات. با نوشته سامانه وزارت نقلیات، وزیر عظیم ابراهیم نواری را مثال آورده است که یک پل به وزن ماشین گران وزن تاب ناورده شکسته است. مقامات گفتند نوار در دهه توگرک نویه وسیع ثبت شده ماشین بارکش دولن هنگام انتقال سنگ و شغل با وزن 50-52 تن از بالای پل دهه گذشته باعث شکستن و فرو ریختن این پل گردیده است. بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه اخباری آزادی رو در همین ثانیه ها به پایان میرسونیم. تشکر که تا این دقیقه ما رو تماشا کردید. خبرهای از این بیشتر رو میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادنا کلاسنیک پیدا کنید. برای شما در 2 روز آینده استراحت خوب میخواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.